السلام علیکم هموطنان عزیز، سخاوتمندان و مهربان. من به کمکی مادی شمایان احتیاج دارم. من به بیماری کاستوآرتروز درجه 3 چند سال است که گرفتار می باشم. 3-4 سال شد که به جراحی تعیین کردن، ولی مبلغ جمع کرده نتوانسته ایستادم. من 36 سال در بیمارخانه مرکزی شهر اصفهان بیماری های سرایتی بچگانه کار کردم. همشیره شفقت بودم. حالا در نفقه می باشم. عبدالخالق و اودیه 59 ساله هم. 9 سال پیش فرزندم پسرکم از دنیا گذشت. 30 ساله بود. حالا یگان آدمی کمک میکردگی ندارم. بسیار عذاب میکشم. دکتران به من اعصا هم تعیین کردن. نفقه که میگیرم برای معالجه خودم قلن نمیرسد. شبها با داروی آرام کننده میخوابم. بسیار عذاب کشیده ایستادم. راهگردی هم دشوار است. اعصا تعیین کردن راه میروم، اما با یک عذاب. 3-4 روز اگر کمتر راه روم جمیده نمیتوانم از جایم. راهرویم بسیار دشوار می باشد. هم تو بی اعصا راه گشتنم بسیار دشوار است. یک جای شده نمانم گفته میترسم. برای سخاوتمندانی که به من یاری میرسانند پیشکی تشکر بیان کرده با آنها دعای خیر میکنم که الهی رواج کاراشون تیا تن جاناشون ساخت کند، کشایشی کاراشون تیا، دو همه یافتگی پول و مالاشون برای توی و معرکه های خورسندیشان صرف کنند. پیشکی تشکر میگویم.